اگه میخوای تنبلی رو برای همیشه کنار بذاری و توی زندگیت یه آدم موفق تر باشی، فقط 5 ثانیه وقت داری. باور نمی کنی؟ پس تا آخر این ویدیو بمون که میخوام یه روش خیلی ساده اما علمی رو بهت بگم که زندگی میلیون‌ها نفر رو نجات داده. فقط 5 ثانیه وقت داری که تصمیم بگیری این ویدیو رو ببینی یا مثل بقیه اسکرول کنی و هیچ تغییری توی زندگیت ایجاد نشه. پس آماده ای؟ بزن بریم سراغش. خب بچه ها، یه خانومی به اسم مل رابینز که مطمئنا همتون هم میشناسینش این قانون رو کشف کرد. خودش میگفت انقدر زندگیش به هم ریخته شده بود که نمیتونست از تخت خوابش بلند بشه، افسرده شده بود، کلی بدهی داشت و کلا انگیزه صفر. تا اینکه یه روز یه چیزی توی تلویزیون خونش دید. شماره معکوس پرتاب موشک. 5 4 3 2 1 و بوم. We have liftoff. همین لحظه یک چیزی به ذهنش رسید. گفت چی میشه اگه همین قانون رو من توی زندگی خودم ایجاد کنم؟ و همینطوری شد که قانون 5 ثانیه به دنیا اومد. حالا بریم سراغ این موضوع که قانون 5 ثانیه چطور کار میکنه. قانون 5 ثانیه خیلی ساده است. اینجوریه که هر وقت خواستی یک کار خیلی مهم رو انجام بدی ولی حسش نبود، از 5 تا 0 بشمر و بلافاصله انجامش بده. فقط همین. برای مثال میخوای از تخت خوابت بلند بشی؟ 5 4 3 2 1. میخوای درس بخونی ولی حسش نیست؟ 5 4 3 2 1. میخوای به یکی پیام بدی و خجالت میکشی؟ 5 4 3 2 1. بزن روی ارسال. حالا بیایم به این سوال جواب بدیم که این قانون چرا واقعا عمل میکنه. میخوام بهتون بگم کاملا اثبات شده است و کاملا علمیه این قانون. اینجوریه که مغز ما انسان ها برای محافظت از ما ساخته شده و سیم پیچی شده. یعنی مغز ما انسان ها به عنوان محافظ ما عمل میکنه. وقتی میخوای یه کار جدید رو شروع کنی، مغزت سری میاد وسط بهت میگه نه 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 اون کار انجام نده، سخته، خطرناکه. و حالا اگه تو قبل از اینکه مغزت وقت کنه تا تو رو منصرفت کنه فقط توی 5 ثانیه تصمیم بگیری، خب اینجوری مغزت هنوز فرصت نکرده تا منصرفت کنه. دقیقا یادمه وقتی داشت برف می اومد، هوا زیر 0 درجه بود، رفت تو مخم که احمد تو باید بری روی برفا دراز بکشی. لخت. بعد اینجوری بودم که زیر 0 سرما میخوری، ایام امتحانات دانشگاه نه رو واقعا ممکنه مریض بشی. مغزم داشت بهونه می آورد دیگه. ولی میدونی چیکار کردم؟ 5 4 3 2 1. تمام. از 5 تا 0 بشماریم و بعدش بلافاصله بریم سراغ انجام اون کار و انجامش بدیم. مثل الان 5 4 3 2 1. و از اون به بعد توی تموم کارهام این قانون رو پیاده سازی میکنم و انجامش میدم. میخوام درس بخونم، میگم 5 4 3 2 1. سریع میرم سراغ کتاب و میخونم.
میخوام یه ویدیو جدید یوتیوب بگیرم، تنبلی میشه، 5 تا 1 میشمارم و سریعا انجامش میدم. برای درس خوندنم، برای ساخت ویدیوهای یوتیوبم، برای حتی ورزش و برای از خواب بیدار شدن این قانون رو خیلی راحت استفاده میکنم و واقعا نتیجه داده. حالا نوبت توه. یه چالش 24 ساعته برای خودت تعیین کن و هر کاری که حسش نیست رو فقط با قانون 5 ثانیه انجام بده. توی کامنت هم بگو که دقیقا قراره چی کار کنی که تنبلیت میشه و میخوای با این قانون انجامش بدی. خب بچه‌ها، اینم از پایان ویدیو. نتیجه گیری بخوام کنیم میگیم که قانون 5 ثانیه واقعا معجزه میکنه. همین رو میتونم بگم. امیدوارم که از این قانون استفاده کنین. حتما یادتون نره تا لایک کنین، کامنت بذارین حتما و سابسکرایب کنین و این ویدیو رو بفرست واسه اون دوستت که خیلی تنبله. دمتون گرم. امیدوارم که موفق و پیروز باشین.